این روایت گفته تنها زنیه که تونسته بعد از خوروندن مواد و تجاوز بهش توی یخ و برف از دست رابرت فرار کنه. سلام، امیدوارم شب خوبی رو در پیش داشته باشید. امشب میخوام راجع به رابرت هانسن براتون بگم. معروف ترین قاتل سریالی آلاسکا. آلاسکا که مطمئناً اسمشو زیاد شنیدید، بزرگترین ایالت آمریکاست و خب آب و هوای سرد و برفی داره. رابرت مثل بیشتر قاتل‌های سریالی دیگه جنون کشتن داشته، ولی تفاوتش تو اینه که از کشتن ساده و آسون خوشش نمیاد و دوست داره که قربانیش نفس نفس بزنه، بترسه، زجر بکشه و اون موقع است که آماده شکار شدنه. تمام قربانی‌های رابرت فقط زنها بودن. اون به خیلی از زنها تجاوز میکرده. خیلی هاشون رو بعد از تجاوز میکشته. اما قسمت جالبش اینجاست که یه سری از قربانی‌هاش رو به روش خاصی به قتل میرسونده. این داستان گفته ویتنی، تنها زنیه که تونسته از دستش فرار کنه و باعث دستگیریش توسط پلیس بشه. ویتنی 26 ساله با مادر پیرش زندگی و توی یه فروشگاه لباس کار میکنه. اون هر روز غروب موقعی که هوا گرگو میشه شیفتش تموم میشه و به خونه برمیگرده. ویتنی روز دوشنبه مثل یه غروب دیگه شیفتش تموم میشه و لباساشو عوض میکنه و راه میفته به سمت خونه. به دلیل وضع مالی بدشون توی محله قدیمی خونه داشتن، پس به خاطر طولانی بودن راه بیشترش رو با تاکسی و بقیهش رو پیاده روی میکرده تا به خونه برسه. ویتنی تو خیابون خلوت راه میرفت. نزدیک خونهشون شده بود و کلاً 2 کوچه فاصله داشت که ناگهان حس میکنه که یه چیزی پشت سرشه و بلافاصله برمیگرده، اما چیزی نمیبینه. آخرای کوچه است که یک دفعه یه چیز محکم تو سرش میخوره و دیگه چیزی نمیفهمه. درسته، رابرت چند وقتی میشد که اونو زیر نظر داشت و ساعت اومدن و رفتنش رو چک میکرد. مثل بقیه قربانی‌هاش مشخص نیست که چرا ویتنی رو انتخاب کرده بود. اون ویتنی رو سوار ماشینش میکنه و به ویلای متروکش میبره. ویتنی کم کم هوشیاریشو به دست میاره و چشاشو باز میکنه که میبینه دست و پاش بسته است و رابرت روبروش نشسته و منتظره که به هوش بیاد. بهش میگه تو کی هستی؟ از جونم چی میخوای؟ که رابرت که کل مدت منتظر به هوش اومدن شده بود بهش تجاوز میکنه. درسته، رابرت باید زجر رو توی چشای ویتنی میدید. ویتنی فکر میکنه حالش از این بدتر نمیشه، اما نمیدونه که این تازه اول ماجراست. رابرت ویتنی رو بلند میکنه و دوز کمی از یه ماده مخدر یا دارویی بهش تزریق میکنه. چند ساعت میگذره و حالا حدودای 4-5 صبحه و وضعیت ویتنی طوریه که به سختی تعادل خودش رو میتونه حفظ کنه. ویتنی وحشت کرده. رابرت وارد اتاق میشه و دست و پای ویتنی رو باز میکنه، اما اون ماده تاثیر خودش رو گذاشته و ویتنی حتی نمیتونه تقلا کنه. اون ویتنی رو به سمت در ورودی میبره و هلش میده که از روی پله ها پرت میشه پایین و با بدن لخت روی برفا میفته. ولی ترس اجازه درد کشیدن رو به اون نمیده. سریع برمیگرده و با چشمای پر از استرس به رابرت نگاه میکنه که رابرت بهش میگه 1 دقیقه اجازه فرار داری، اما بعد از 1 دقیقه اگر نتونی فرار کنی شکار خودم خواهی شد. ویتنی بهت زده به چاقوی توی دست چپ و تفنگ توی دست راست رابرت نگاه میکنه که رابرت میگه 59 58 57. ویتنی با پای برهنه، بدن لخت و تو سوز و سرمای آلاسکا، اونم ساعت 5 صبح روی یخ و برف شروع به راه رفتن میکنه و صدای رابرت رو میشنوه. 34 33 32. لنگ لنگ گیج و منگ تقلا میکنه که پاهاش سریعتر قدم برداره. 5 4 3 2 1. یه تیر به سمت شلیک میشه ولی بهش نمیخوره. قلب ویتنی به شدت میتپه. هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
ویتنی برمیگرده و میبینه که رابرت داره بهش نزدیک و نزدیکتر میشه. سعی میکنه سریعتر قدم برداره ولی از صدای پای رابرت میفهمه که دقیقاً پشت سرشه که رابرت چاقو رو توی بازوی ویتنی فرو میکنه و ویتنی از درد به زمین میفته و به خودش میپیچه. خون دستش تمام برف و قرمز کرده. ویتنی برمیگرده و به تفنگی که رابرت سمتش نشونه گرفته نگاه میکنه. رابرت لبخندی میزنه. برق لذت رو میشه توی چشماش دید و فقط 1 ثانیه با کشیدن ماشه فاصله داره که ویتنی تموم توانش رو جمع میکنه و با پا به زانوی رابرت میزنه و اون پخش زمین میشه. ویتنی تفنگ رو از روی زمین برمیداره و عقب میره. رابرت بلند میشه، شلوارش رو تمیز میکنه و بهش میگه فقط کار خودت رو سخت‌تر کردی. ویتنی بهش هشدار میده که جلوتر نیا. ولی رابرت نزدیکتر میشه و بهش میگه تو یک زنی، توان کشتن یک مرد رو نداری. نزدیکتر میشه که ویتنی چشاشو میبنده و ماشه رو میکشه. با اینکه ویتنی برای اولین بار اسلحه دستش گرفته ولی چون رابرت خیلی نزدیکش شده بود تیر به پاش میخوره و زمین میفته. ویتنی با ترس و لرز چشاشو باز میکنه و میبینه که رابرت افتاده روی برفا. با خودش میگه یا الان یا هیچ وقت. اون تفنگ رو زمین میندازه و با دست زخمش رو محکم میگیره. تمام توانش رو جمع میکنه و از اونجا دور میشه تا به یه خیابون میرسه. ویتنی همش پشت سرش رو نگاه میکنه. جاده خیلی خلوته و هیچ ماشینی نیست توی اون وقت صبح. چند دقیقه میگذره که ویتنی از دور چراغ‌های یه ماشین رو میبینه. لبخندی میزنه و دوباره به پشت سر نگاه میکنه. اما رابرت رو از دور میبینه. ترس و دلهره تمام تنش رو در بر میگیره. میدونه که اگه ماشین وای نسته کارش تمومه. پس خودش رو میندازه وسط جاده تا ماشین وایسه. سوار ماشین میشه و به راننده میگه جونم در خطره، فقط برو، تو رو خدا. ویتنی رو به بیمارستان میبرن که بعد با پلیس صحبت میکنه و براشون توضیح میده. پلیس هم سریعا میره رابرت رو دستگیر میکنه و به این شکل دفتر قتل رابرت برای همیشه بسته میشه. رابرت هانسن محاکمه میشه و به قتل حداقل 17 زن و تجاوز به حداقل 30 زن پی میبرن که این تعدادیه که به وسیله دادگاه و تحقیقات گسترده متوجه شدن و به این معنیه که معلوم نیست واقعاً چند نفر قربانی شدن. حکم اون حبس شدن به مدت 461 سال در زندان و بدون هیچ گونه حق ملاقات یا عفو بوده. یعنی بقیه عمرش، که البته خب در سال 2014 یعنی 75 سالگیش تو زندان به خاطر بیماری میمیره. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین احتمالاً خوشتون اومده. پس ویدیو رو لایک کنید و کانال رو ساب کنید که بقیه ویدیوها رو از دست ندین. شب خوبی داشته باشید.